افتخار کارگاه لطفی. بفرمایید شیرینی. بفرمایید. بفرمایید. مرغ سحر نال سر کن. آها اینم از این. ای بابا تلفنم ولمونم بکنه. الو چطوری محمد؟ چیشی؟ دوز زده؟ خاک آل بیبی من الان خودم میارمش. غمت نباشم. خداحافظ. بدبختی خسته نباشید. مزاحم همیشگی. چی شده آقا فرزند؟ آقا این دوست هم خدمتی من مغازه دوز زده. باشم دوز تو مغازه نگه داشته. همین الان. منم خیلی خوب بریم آقا. بفرمایید. بسیار خوب. با این تفاصیل ما باید شما رو بگردیم. با این مقدار پول می‌خواستید انگشتر 1 میلیون تومانی بخرید؟ مثل اینکه شما تا حالا انگشتر نخریدین. یه مقدار پول رو اول بیانه میذارن بعد میان بقیه پول رو میدن. بله. لطفی کنید تلفنتون رو بدین. بله. الو سلام. فریبا حال خوبه؟ زود یه ماشین بگیر به این آدرسی که بهت میگم بیا. نه چیزی نیست. نه یه خانمی هست که باید بازرسی بدنی بشه. آره زود بیا. خیابون آبان شمالی، نبش خیابون آبان شمالی جواهری است. ما اونجاییم. زود بیا. خداحافظ. چیزی پیدا نشد. بسیار. اولیشون میبریم بیمارستان، یه عکس از معده‌اش میگیریم، شاید انگشتر خورده باشه. بچه میریم دفتر برای بازجویی. باشه من که به خودم مطمئنم. هر جا بخوایم بریم. ببینیم. آقا غمت نباشه. دکترم دید چیزی تو عکس نبود. بسیار خوب. آدرس و مشخصات کامل خودتون رو به خانم بدین و بعدش هم میتونید برید. مرخص. کارشناساییتون. کارگاه لطفی؟ بله. کار دیگه ای با من نداریم؟ بخیر به سلامت. حالا با این تفاصیل انگشتر ما پیدا میشه؟ بیبی غمت نباشه. خیالت از آقای کارگاه تخت باشه. من 15 ساله که میشناسمش. بیا بریم. انشالله. فعلا با اجازهتون. نگران نباشید. پیدا میشه. با اجازه. ممنون. خدا نگهدار. حالا از کجا معلوم که جواهر فروشی دروغ نگفته باشه؟ برای چی باید این کارو بکنه؟ شاید برای پول بیمه. برای 1 میلیون تومان 1 میلیارد طلا تو مغازه بود. خودت که دیدی. غذای ایتالیایی این رستوران به نظر تو جواهر فروش و زنه خصومت قبلی با هم نداشتن؟ فکر نمی کنم. ظاهرا که اولین بار بودم دیگر میدیدم. چیزی که میخوام شاید انگشتر افتاده زمین. شاید تو قفسه بوده و کسی ندیده. همه جا رو گشتیم بابا. بابا از معده خانم عکس گرفتین؟ شاید قورتش داده باشه. بله آقای کاراگاه کوچولو این کارم کردیم. ده بذاریم فیلمونو ببینیم دیگه. نفهمیدیم چی شد. چرا داد میزنی؟ من میخواستم به شما کمک کنم. حالا که نمیخوام اصلا حرف نمیزنم. من گشتم مسلح نیست. طولش نمیده.
جوون خوب و ساده‌ایه. اجازه؟ شاید یه چسبونده باشه که بعداً بیاد ورش داره. آفرین. ترسیدم بابا. ترسوندی ما رو. اگه فکرت درست باشه جایزه خوب پیش من داری. حالا کجا میری؟ میخوام مطمئن شم. میترسم خانم صبح زود بیاد انگشتر رو برداره بره. الان که مغازه تعطیله. آدرس تلفن‌ش رو دارم. خب پس ما باهات میریم یه دوری بزنیم دلمون باشه. تو که از صبح تا حالا دنبال ماجراجویی بودی خانم دستیار. خیلی خب باشه. ولی شرط داره. تا 3 میشمارم. اگه اومدین نیومدین من رفتم. 1 2 3 اگه پیداش کردین بهش دست نزنید. مگه اینجاست؟ بله ممکنه یه جایی چسبونده باشه. اون خانم کجا وایساده بود؟ همینجاست. اینجاست. عجب زبلیه. آفرین. از کجا فهمیدین؟ علی آقا فهمید. چیکار کنیم دیگه؟ خانوادگی کارگاهی. دست همتون درد نکنه. شما فردا مغازتون رو زودتر از ساعت 9:30 باز نکنین که ما بتونیم آماده بشیم. عرض کنم که این خانمم اگر اومد خیلی عادی باش برخورد بکنین، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. ما هم از بیرون مواظب. با اجازهتون. بازم ممنونم. مرسی. چی شده؟ بریم. جلوی اون خانم با نیمشگر رو بگیر. چی شده؟ چی شده بابا؟ چی شد کارگاه؟ فکر یه چیزو نکرده بودیم. چی؟ یه همدست. همدست؟ خب آقا دست شما درد نکنه. خیلی زحمت کشیدید. خواهش می‌کنم. قابلی بر نداره. خواهش می‌کنم. قابل نداره. قربان شما خیلی لطف کردید. خانم خود زحمت کشیدید. آقا خدمت شما. قابل از شما درد نکنه. موفق باشید. اینم اولین دستمزدت برای خرید فرش. خب لااقل بذار نگاش کنم. بفرما نگاش کن. خب این که فقط من میتونم بگیرم، به اسم من نوشته شده. نه خیر، حوالی کردش خط نخورده. اگه پشت نویسی نکنم چی؟ حالا اونش با من، یه کاریش میکنم. باز این قوم مغول سرکلشون پیدا شد. فیلم خیلی آرتیستی بوده. پیدر رو در آوردن اینا. ولی فیلم 20 بود ما بابا. گذاشتم فیلم ببینیم. ولی در فرشا انقدر خندید تو سالن تمام دوستان اومده بودن. آبرون این نبود. چیپس میخواد، اون نوشابه میخواد، اون آب میخواد، اون میخواد بره دستشویی. با فیلمی که خنده داره نباید خندی دیگه، نباید